السلام علیکم. علیکم السلام. دیر خونه کردیم انشالله. شما فرق سلام علیکم. السلام سلام علیکم. سلام علیکم. شما سوزید شما سلام علیکم. بیان ازتون خوبی نازی الحمدلله. خیلی بخورم مهمون عزیز بخور که حجو پیش نده حضرت جون. وقتی ظالمی اقبا یا اسب به معنای اسب به معنای گزیدن میگه پشت دستشو میگزد. برای چی در روز قیامت یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. ای وای بسر من، لعنت بسر من، هزار لعنت بسر این بدبختی ابی ابن خلف که من یک بارک شرفیاب شیدم. من مقصد بگیم ایمان آوردم، لیکن از دست این ناکسی بدبخت من از این راه انتخاب کردگیم برگشتم. یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش که این بدبخت ما برای خودم دوست نمیگرفتم. لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی و کان شیطان للانسان خذولا. خداوند در همین جا رفیق بد شیطان کنده. رفیق بد شیطان است. برای همین برادرای عزیز در انتخاب رفیق بسیار احتیاط کنید. شیخ سعدی یک گپی زیبا داره، میگه آن به که در این زمانه کم گیری دوست انتخاب نکنی. میگه آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوس. آن کس که تو را به جملگی تکیه بروست، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. همون در همه باوریت در همون کار همون قلط میکنه. همون مقصد را در همه فلاکت حلاکت همه آدم میبره که تو در رو تکیه کردگی، تو رو همچون رفیق خواندگی. سیوم نشانه آدم خوشبخت برادر از چی بوده است؟ همنشینی خوب. چهارم نشانه آدم سعادتمند برادر عزیز این همسایه خوب. همسایه خوبم نشانه خدادادی تو. اگر همین چهار چیز برادر در کدام شما که اگر جمع شده باشد داشته باشین، خوش به حالتون که پیامبر میگه که نشانه خوشبختیتونه. من در یک خانه موعظه کردم، بچه فرمی سیاه موعظه نه خانه وی مکردگی ماشین بیاد که من تدی بسری مرامت که من معرکه کردم، خانه نو کردم، میدروی حضرت در همجا دامی که بعد آمدیم. بعد من همین حدیثه در همجا اگه مردم زیادی بد بود با کم ترک دیگه زیاد ترک اینجا مختصر مفتیم کم تا شرح توضیح زیاد دادم. نه که تا آخر این بچه گوش کرد. بعد خیلی اگه بابایوژی انا زیق شیدم این خانه رو در کدم ماشینی بهترین مبلغ شرایط دارم، کارم در روسیه خوبه. ای همین گفتگیات سه تشخص داد زنی خوب ندارم. زنی خوب که ندارم من آدم خوشبخت نبودم. نمی قفصان کدمم یکی مقصد خانم زینت نداره. خانم زینت نداره. همین ای کردگی مقصد لحظت نبودیستم. برای همین برادر عزیز و گرامی این سخن زیبایی پیامبر بود که من با خاطر ثواب و خاطری که خیلی میگه یک
لحظه که نشستن بود است هر ساعت ما غنیمتی هر ساعت غنیمت هیچ کس گرد که نداره که پگه زنده یا مرده قرآن میگه والا تدری نفس و محض تکذیب غدا هیچ کما نمیدونیم پگه مرده این زنده سهری میخید ما چند آدم ها رو خبر گرفتم بود سهری حضر میگم بخیزم که هر سقطی اپون کار نمیکنم ایجون دیگه خیزم همون خیلی ایستادگی در جوگه چندین سالم تا خواب کردم الله دانوه هیچ کدر ما نمیدونم بود شایستادی میگن شخصی همه شب بر سری بیمار گیریست یک بچه ها کسل بود است رفیقش رفت خبرش گرفت زید چی بلوی سرش در گریه کرد گفتی دوستی ما کسل شده کسلش خیلی عوض بینه ای خدا دانوه که یک مقصد جانم میتده شخصی همه شب بر سری بیمار گیریست چون روز بیامد بیمرد و بیمار بیزیست روز شیر همه مرده که خبرگیر خودش مرد و کسلی زنده یه الله همه ایچو در دست الله بابی عبدالحکیم تشکر زیاد برای شما دیگه بابا باشی خداوند نگهبان تون شد توفیق شد برکت بدیم همتون خداوند خیرتون کنه خدا کنه که از این اون لحظه که ما شما از سخن پیغمبر زیبامون صحبت کردیم خداوند توفیق مون کنه خداوند عمل کننده مون گردونه مهربون با اخلاص ها و محبتمون رو به دین خود خواهی همون جا که سعی که یکون غزل بخونیم